عرش الهی با چند تار موی دختران این سرزمین به لرزه در نمیاد. انتهای این که هر که هر جور دلش میخواد بیاد بیرونشه برن یک کار میخواهند از بی‌حجابی بی‌عفافی درست کنن. کنار هم گذاشتن دوتا پدیده حجاب و عفاف از نظر من اشکال داره. دختر ما هر چی بپوشه آقای سعیدی من جانمو فداش میکنم. جانمو فداش میکنم ولی جریمه های آنچه. شما اگه کلت رو شقیقه دختر بلوچ هم بذارید که حجابت رو بردار این کارو نمیکنه. نگرانم همون دختر عزیز بلوچ ما هم تحت تاثیر قرار بگیره. رسیده شهید حاج قاسم نگاه بکنیم که ایشون در مورد دختران این سرزمین گیرم که حجاب مد نظر ما رو ندارن چه طرز تفکری دارن. که حاج قاسم هم چه حرفی زده. ما وظیفه داریم برای تقویت اعتقادات اینها کار بکنیم. شما بگید جریمه نکنیم، میگیم خب باش روی چشمون چه کار کنیم؟ بفرمایید آقای سعیدی بفرمایید. ای واعظان نظری به شب تار ما کنید، این چند تار موی رها را رها کنید.